انسان مسلمان همیشه فکرتان باشه هیچ کسی معیار نیست بغیر از کتاب و سنت. هیچ عالم گپش اساس قبولی نداره، ولو هر کسی که باشه که مخالف قرآن و سنت باشه. اساس دین ما چی هست؟ قرآن است. اساس دین ما سنت است و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما چی رو ترک کرده؟ کتاب الله و سنتی. گفت ما بر شما دو چیز ترک کرد و گفت که در فرقه های زیاد پیدا میشه و این گروه ها و فرقه ها که زیاد پیدا میشن کلش در دوزخ میرن. اصحاب پرسان کردن که یا رسول الله خیلی نجات در چی هست؟ خیلی فرقه ناجیه کی هست؟ فرقه ناجیه که یکی است که ما هر نام سر خود میمانیم. آل خب بسیار آسان است نه؟ یک نفر بسیار بدقوار است نه؟ نام خود زیبا میمانه. وقتی که نامش میشه چی هست؟ میگه والا چقدر زیباست. تو میگی والا نامش زیباست، خودم چقدر زیباست دیگه، عاشق میباشی. وقتی که میری یک وقت سهل میکنی که سنوریش دیدن نمیشه. یک بچه را ببینی نامش از شیر خان، فکر میکنی چقدر شجاع هست. دیگر روز که در آن میری که یک موش از یک جای مبره خیز میزنه، او شیر خان تو از موش میترسی. اینمی قسم بسیاری وقتا در جنگ فکری استعمال است. رادیوی آشنا، تو فکر میکنی چه آشناست، در حالی که ناشناترین رادیوی آشناست. رادیوی آزادی، اصل رادیوی غلامی است، مردم غلام تر ببینید. نامش از چی؟ آزادی. تلویزیون فلانی، نامای بسیار جالب اثر خود چی میکنه؟ میگذره. فرقه ناجیه. کدام از فرقه ناجیه؟ فرقه بدعت. پس درست است، بسیار نام خوب است فرقه ناجیه. لکن ببینیم که قرآن و سنت بر ما فرقه ناجیه را چه قسم معرفی میگه. رسول الله صلی الله علیه و میگه که فرقه ناجیه کسایی هستند که ما انا علیه و اصحابی، در راهی که ما رفتیم و در راهی که اصحاب ما رفتن. ولی گروه هایی که درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و نظریات و اندیشه های مختلف دارن و گپ های مختلف دارن. ما و شما هم روز در تلویزیون ها میبینیم، در رادیوها میشنویم، در اخبار نوشته شده، کتاب ها را میخوانیم. با صراحت مثلا یک صحابی را بدگویی میکنن. بالاخره انسان جوانه میگه استاد ما حیران هستیم چطور کنیم فلانی اتو میگه. به خاطر جوان خودش اصلا نتانسته که منهج فکری خود، روشی که باید برای زندگی خود، بر فکر خود اختیار بکنه، او رو نفع اختیار نکرده. هر فلانی مولوی رو گرفتم، فلانی پیر گرفتم، فلانی شیخ گرفتم، فلانی استاد گرفتم، فلانی رهبر حزب گرفتم، فلانی رهبر تنظیم گرفتم، خودش در بیراه قرار گرفته. اما اگر رهبر فکری خود رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میداد و کتاب فکری خود قرآن و سنت قرار میداد، هیچ وقت مشکل برش پیدا نمیشد. خدا کنه که هزار عالم و هزار کتاب درباره یک موضوع بحث بکنه، این خلاص قرآن و سنت که در مقابلش گذاشته شد کل مشکلش حل میکنه. اول در مقابل تمام این طوفان ها قرآن و سنت برای ما چی میگن؟ الله میگه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. وقتی که رحماء بینهم گفتن، معنیش است که هر قصه و هر روایتی که دلالت به این میکنه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و در بین هم دشمنی داشتن، باید این قصه و این روایت چی کنیم؟ این باید اوسو پرتیم. اونا دشمنی بین هم نداشتن، حتی اگر در بعضی مسائل اختلاف هم پیدا کردن، مسائل اجتهادی بود، در مسائل اجتهادی با هم درگیر شدن. یکی دشمنی شخصی هست و یکی این است که مثلا تو یک اجتهاد میگیریم بعد دیگه اجتهاد میکنیم، اجتهاد من مخالف اجتهاد تو هستم، ما که تو دشمنی ندارم. در یک موضوع اجتهاد میکنیم، اجتهاد تو یک قسم است، از ما دیگه قسم است. تو میگی والا ما دعوت ما از طریق قضیه است که باید مستقیما بریم در مساجد دعوت بکنیم. من میگم نه صاحب، دعوت ما است که در استودیو بشی، کلیپ جور کو، در اینترنت پرت کل دنیا چی میکنه؟ مشنوه. خب تو میری شخصا در یک مسجد بر مردم دعوت میکنی و من از طریق اینترنت و کلیپ مردم دعوت میکنم. این اجتهاد من و اجتهاد تو، نظریات اختلاف پیدا کرد، اما ما نه دشمن تو هستم نه تو دشمن ما هستی که من در خانه تو بیایم تو کت لغت بزنم و خانم تا کت لغت بزنم و دروازه خانه تا بشکنم. این باز درست